انشاءالله قرار هست صفات انسان‌های مؤمن و منتظر رو در آینه روایات برامون بررسی بکنن، تبیین بکنن. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. به برکت دعای شما و سلامت راهنمایی های شما و مثل شما. استغفرالله. چه خبر؟ الهی شکر، غرق نعمت به لطف الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. الهی شکر. الهی چقدر حس خوبی من دریافت میکنم از کسانی که مثل شما وقتی بهشون میگیم چه خبر، چطورین، شروع میکنن غرق نعمتی ما الحمدلله. واقعیت هم همینه. آره. واقعیت هم همینه و خود اصلا جذب نعمت‌های الهی هم به همین روشه. آیه قرآنش چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چرا من خب بیام بدی بگم آخ اینجا اینطوری شده اینطوری شده؟ مثلا میخوام چی استفاده کنم؟ مثلا شما میخوای به من چی کار کنی یا دیگری بشینم قور بزنم؟ تو روایت داره شکایت خدا رو پیش بنده های خدا نبرید. راست میگی. خیلی من طمعم زیاده، خیلی هم دوست دارم وضعم خوب باشه. آیه قرآنم به نظرم از گفتار دیگران خیلی بیشتر تاثیر داره. چرا شکر نکنم که خدا نعمتمو بیشتر کنه؟ الهی شکر. یه وقت دیدن یکی از علما رفتم، رضوان خدا برشون، خیلی پیر بود، تو بیمارستان بود، دستگاه اکسیژن رو صورتش بود. منم گفتم حاج آقا، گوشش هم سنگین بود، گفتم حاج آقا حال شما چطوره؟ با یه زحمتی اینو از رو صورتش یه ذره داد، گفت الهی شکر الحمدلله. من دیدم من توی سلامتم اینجوری که این شکر کرد من شکر نکردم. خدا این تو مریضی تو تخت بیمارستانه، این میفهمه چجوری باید شکر خدا رو بکنه. شاکر بودن یه صفته، چه برای از صفات مؤمنم اتفاقا همینو می‌خواستم الان بگم. شروع کنیم. می‌خواستم بگم اتفاقا از صفات مؤمنم هست که مؤمن غمش تو دلش، شادیش تو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اولی بشر، دومی حزنه. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایته که فی وجهه در صورتشه. و شاکر بودن فی نفس خودش یک شادی درونی میاره، اصلا حال آدم متحول میشه. امام زین العابدین علیه السلام، ورود کنیم تو بحثمون، حضرت میفرماد اللهم انی اعوذ بک، دعای 8 صحیفه مبارکه سجادیه، من ترک شکر لمن استنع العارفة عندنا. خدایا پناه میبرم به تو از ناشکری، ترک شکر بدون شکر یا ترک شکر، ناشکری، لمن استنع العارفة، کسی که یک کار خوب در مورد من انجام داده، یک کار خوب، یه چایی برای من آورده، یه آب آورده، دست شما درد نکنه، متشکرم. این راجع به آدماست دیگه. خالقو ببین چه اتفاقی میفته که شکرش این خاصیتو داره. شیطون هم همیشه برعکس عمل میکنه. یکی از صفات انسانهای مؤمن شاکر بودن و دوام در شکره. و آدمی که تحت ولایت شیطون قرار گرفت همیشه ازش غر زدن میشنوی، همیشه چی کاری هم به وضع مالی خوب و بد و اینها نداره ها. تو رخا، اصطلاح رواییش اینه، تو رخا هم که باشه دائما غر میزنه. میرسیم به روایاتش انشالله. ای روزگار کج رفتار، حالا وضعش هم خوبه ها، ای بابا اینجوری میخواستیم بگیم نشد، اونطوری نشد، شروع میکنه همش غر زدن. البته یه پرانتزی هم باز بکنیم، یه استثناء شکر هم داریم. ما یه جایی داریم نهی شده از شکر خدا، نباید شکر کرد. بله روایت هم داره، جایی که شما نعمتی رو داری دیگری اون نعمتی رو نداره، در حضور اون نباید شکر کرد. خدا فرزند نداده به این دوست من، بچه دار نمیشه. حالا من بچه خودمو دارم هی بندازم حالا مثلا ماشاءالله خدا رو شکر، چه اثری تو روحیه اون داره؟ اینجا روایت داره چی شد؟ جایی که من یه نعمتی رو دارم دیگری اون نعمت رو نداره، مستثنیات شکر، نباید شکر یا قلبی باشه یا بعداً مثلا موقعیت دیگه‌ای باشه. این هم نشون میده دل مؤمن چقدر مهمه برای خدا. خدا خیلی نسبت به عیال الله که خلق خدا هستن خیلی هم غیرت داره. میگه شکر منو ترک کن وقتی دلش بشکنه.
این دل شکستن دیگران و رعایت مسئله حرمت قلب دیگران خیلی دقت میخواد. فردا روزی که دست پشت دستم بزنم، امروز میگم چقدر حاضر جوابم، چقدر خوب جوابشو دادم. فردا میگم کاش زبون نداشتم، اصلا کنتو تراب و کاش خاک بودم، هیچ کدوم از این امکاناتو نداشتم، ولی اینجوری جواب نمیدادم که دل این بشکنه، حالا باید جواب پس بدم. اینجا دیگه نمیتونم حرف بزنم. خیلی از نعمتامون فردا بر علیه ماست. اونجایی که تو جای خودش استفاده نکردیم، قدرت دست من که بی هوا زدم و بدون اجازه و با قدرتم استفاده کردم، فردا میگم کاش فلج بودم نمیزدم، کاش کور بودم نمیدیدم، کاش لال بودم این حرفو نمیزدم، قلب فلانی شکست. این کاشکیا یا لیتنا، اینا خیلی زیاد داریم از اینا که فردای قیامت چه اتفاقی میفته. تو دنیاش هم همینه، آدم اگر چشمش باز بشه. حالا اتفاقا توی این اعمال ماه شعبان من میدیدم اصلاح بین همسران، نمیدونم بله. دوستی و الفت ایجاد کردن بین مؤمنان، کسانی که با همین مؤمنه. آره از علامات مؤمنه و تو اعمال ماه شعبان چقدر ثواب داره این کارو انجام بدی. اصلاح ذات البین یا از بین بردن افتراق، اون جدایی که اتفاق میفته. در دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، اواسط دعا اونجا میخونید که خدایا اون لباس متقین و با تقواها و مؤمنا رو به من بپوشان. بعد حضرت توضیح میده که این اصلاح ذات البین، اینا که حضرت اونجا میشموره دونه دونه، و ذم اهل الفرقه، اینا رو ضم چسباندن، به هم متصل کردن. اهل فرقه یعنی اونایی که از هم دیگه جدا شدن. خدای توفیق اینا رو به من بده. از اون چیزایی که فکر میکنیم به من ربطی نداره، من فعلا نماز خودم بخونم، به من ربطی نداره، اتفاقا خیلی به ما ربط داره. لذا اصلاح بین شیعیان از صفات انسانهای منتظره. خیلی به هم قلبا رو نزدیک میکنن، باعث تألیف قلوب میشن. یه چیزی بگم، بفرمایید. چون به نظر ما مجریا مثلا باید نماینده اقشار مختلف بیننده هم باشیم دیگه. حتما همینطوره. حرف دل مردم هم بزنیم و شما پاسخ بدین بی زحمت. ممکنه خیلی ها که الان واقعا درگیر مشکلات هستن بگن ای بابا آقا شما هم نفست از جای گرم بلند میشه، خودتون همه چیتون در واقع مسائل اقتصادی و خانوادگی و همه چی زندگیتون سر جاشه، بعد الان نشستیم میگین آره آدم باید همیشه خندان باشه، روی گشاده داشته باشه، غمش نمیدونم علامت مؤمن اینه و ما باید اینجوری زندگی کنیم اینا. شما که مثل من مثلا مستاجر نیستی، 2 روز دیگه موقع اجاره خونه نشسته، بعد صاحب خونه دیو 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان میخواد بذاره، من از کجا بیارم؟ وامم که انقدر گرفتم، هر جایی بگی از هر بانک و قضایی گرفتم دیگه پره، اصلا کسی نیست که بیاد ضامنم بشه. حالا وامم بگیرم ضامنم شدم دیگه نمیتونم قسطشو بدم، من چیکار باید بکنم؟ هی خونم داره مثلا کوچیک‌تر میشه، اینجوری میشه اونجوری میشه، بچه‌م فلان خانم، میدونین حالا هی نمیخوام دیگه. ولی از اینا میگن آقا شما باید به ما میگی، ما مگه میشه گلایه نکرد، مگه میشه اصلا شاکر بود توی این وضعیت؟ درست. یه وقت میخواید برای پسرتون یا دخترتون مثلا خواستگار بیاد یا برید خواستگاری، مثلا میگید میخوایم طرفو بشناسیم. یه مجلس مهمونی خیلی شیک، بگو بخند و خوب، و یه ساعتی هم میشینید، بعد میاد میگید همش پسر میخندید، دختر خیلی خوش اخلاق بود، دیگه همینو بگیریم. یه ذره خنده دار نیست؟ چرا خیلی خنده دار. باید تو موقعیت عصبانی ببینیش. اصلا خوش اخلاقی یا بد اخلاقی که تو موقعیت خوب مفهومی نداره. همه خوش اخلاقن تو جلسه خواستگاری، همه میخندن، میوه و شیرینی، هوای خوب، چرا ناراحتی باشه؟ اصلا مبنای شناخت این نیست. اتفاقا تمام کلامی که داریم میگیم تو موقعیت سختی فهمیده میشه، که مسئله شجاعت تو موقعی که هممون داریم فیلم نگاه میکنیم، شجاعت نیست، تو میدون جنگ فهمیده میشه. استقامت، بردباری، صبر، اینا همه تو موقعیت خودش باید باشه. پس همه این بگو و بخند و تو موقعیت. یکی این که حاج آقا من که ملاک نیستم، ملاک اهل بیت علیهم السلام. ببینیم تو سختی ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی بود. واقعا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماد مؤمن بشره فی وجه و حزنه فی قلبه، زندگیشو نگاه میکنی پر از رفاه بوده یا پر از وصله کفش بوده یا پر از آزار و اذیت اطرافیان بوده یا پر از زخم زبونها و نیشها و استخوان در گلو و خار در چشمه که داره این توصیه رو میکنه؟
شما به دید یه ضبط صوت به من نگاه کن، روایت رو داریم میخونیم، بحث عملکرد شخص نیستش که هر کسی تو این عملکرد باشه. ما قرارمون الگومون و اسوه حسنمون پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که دندانش رو شکستن، خار به پاش رفته، اون گونه اذیتش کردن. این آدم داره میگه خوش اخلاقه، میگه اسوه حسن است، میگه قلبش چجوریه، رفتارش چجوریه، پیش سلام میشود چگونه میکنه. این نگاه کنی ببینید رفتارش چجوریه. پس باید یاد گرفت از اونا. حاج آقا چیه؟ من که چیزی نیستم، از اوناست، از شه بود همه اینها. و اینم باید تربیت کردن همین مسئله است. تربیت کردن تو سختی ها چجوری خودت رو میسازی. این خوش اخلاقیت اونجا میتونی. صبر در هنگامی که هیچ مشکلی نیست. ببینید مفهوم داره تو ذهنتون صبور بودن؟ الان این اتفاقاتی که توی فلسطین داره میفته اگر غیر از این بود و مردم مثلا تحمل میکردن معنایی نداشت، اما الان دارن همه چیشون رو میدن، یعنی فرزندشون و همسرشون و خودشون و جانشون و مالشون و دارشون همش، ولی دارن استقامت میکنن. این و فلان کشور رو میبینید که 16 ساعت برق، من اونجا مسافرت زیاد میرم این ور 16 ساعت برق از بین چیز میشه، برق قطع میشه، یه دونه از ژنراتورهای اتمی از بین میره و خیلی مسئله به هم میریزه. مردم حتی تقاضای مهاجرت داده میشه، یعنی هیچ ارقی نسبت به اون کشور، نه نسبت به دین یا نسبت به چیزهای دیگه ندارن، ولی یه جایی رو مثل غزه نگاه میکنید اینجوری پای کار ایستادن. صبور بودن، این مفاهیم اینجاها فهمیده میشه. صبر در هنگام رخا اصلا مفهومی نداره، ولی که اینجا شناخته میشه. تا هر تربیتی نیاز به یک مقدمه داره. ما بچه‌مون رو صبور بار میاریم، یه وقتایی امکانات رو فوری در اختیارش نمیذاریم. تو تربیت فرزند داره میگه اگه بچه‌ت فوری ازت چیزی رو خواست فوری در اختیارش گذاشتی، دیگه نمیفهمه مفهوم صبر رو. میره به جامعه میرسه، ازدواج میکنه، میبینه هر چی تا حالا داشتم فوری میخواستم در اختیارم بود، چرا نیست الان؟ بعد میجنگه با جامعه، بعد راه فوریت رو دنبال میکنه که خلاف باشه. حالا باباش گفته 10 سال بعد خاک بازار بخوری تا بفهمی بازار یعنی چی، ولی فلان شرکت میگه 6 ماهه بیا اینجا من کارتو درست میکنم، میخواد از کارتش استفاده کنه، چی کار کنه، فوق العاده سریع اونو انتخاب میکنه چون دیگه تحمل سختی نداره. لذا داریم حتی به فرزندانتون با تأخیر اون نیازی که داره، الان این نیاز الف رو دارد، یه ساعت صبر بکنه، صبوری رو بفهمه. یه مفهومی به نام فوری نرسیدن به نیازها هم وجود داره و تو با این مسئله بزرگتر میشی، ساخته میشی. و این اگر اتفاق بیفته اون وقت در عین این که من در وسط همه این گیرودارها و بلاها و سختیها و اینا هستم، امکان این که بتونم خودم رو حفظ بکنم، غمم رو در درونم و شادیمون رو بیشتر فراهم خواهد شد. دعایی که ما میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، گشایش رو میخوایم، خود حضرت میخوایم بیاد، دعایی میکنیم وقتی حضرت بیاد مگه نباید یاریش کنیم؟ عین نص روایات، مگه یاریش به جنگیدن و سختی کشیدن و اینها نیست؟ یعنی دعا میکنیم خدای سختی بیار یا آسونی. حواسمون باشه دعایی که داریم میکنیم یعنی تمام، تازه بیاد اول جهاده، تازه بیاد اول پای کار ایستادنه، تازه بیاد اول، نمیخوایم بگیم مثل حضرت موسی که گفتن خودت برو با خدای خودت برید بجنگید، ما اینور نشستیم. حضرت بیاد که ما ان شاءالله اینجوری نمیخوایم حرف بزنیم، که میخوایم بگیم یارتیم. الانم که نمیای به خاطر اینکه تعداد یارانت به اندازه کافی به نص روایات دارم عرض میکنم نرسیده. آره که باید آدم تمرین کنه به سختی ها. بله که حضرت حجت بیاد تازه اول یاری کردن و عرق ریختن در راه حقه. انشالله. خیلی ممنونم. سلامت باش. یه زلف دلی گره بزنیم با آستان مقدسشون، حالا که ذکر خیرشون کردین برمیگردیم و ادامه. یا علی مدد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان محضر آقای سعیدی آریا هستیم، داریم کیف میکنیم و صفات مؤمن رو میشنویم. بسم الله. یا علی. خب یه تورقی هم میکنیم از روایات اهل بیت علیهم السلام، از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفت ذکر و علی عباده، نام شیرینه، حال آدم متحول میشه وقتی اصلا هم برنامه‌مون متبرک میشه، هم قلبمون متبرک میشه، هم پاک کننده است، هم ایمان آدم رو تقویت میکنه. فدای نام و یادش بشم. اصل الایمان حسن التسلیم لامر الله. اصل ریشه پایه، اصل ایمان حسن تسلیم بودنه. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. تو مسئله کسی که تسلیم میشه، اسیر میشه، تسلیم دیگری میشه،
توی مسئله شرعیش داره، میگه نمیتونه نیت کنه نمازش رو شکسته بخونه یا کامل، باید ببینه اونی که گرفتتش چی نیت میکنه. میخوایم 10 روز بمونیم مثلا در بین راه، چون اون نیت کرده این تسلیم دیگه، اراده از خودش نداره، چشم نمازو کامل میخونه. اون میگه نه میخوام 3 روزه بریم، نمیتونه نیت 10 بکنه چون اراده دست خودش نیست. اراده کردن به اراده اوست. من میپسندم و تسلیمم آن چیزی که تو میگویی. حالا رضا و تسلیم و بعضیا فرق میذارن، بعضیا مترادف میگن. آخرین کلام ابا عبدالله علیه السلام تو اوج سختی: الهی رضم به قضایک. خدای من کاملا خوشنودم. رضایت در فارسی خوشنودی، خوشنودم به اون چیزی که میخوای. خیلی سخته، آره خیلی سخته. یه ذره ما با پدر و مادرمون هم که اینقدر میگیم دوستت دارم میمیرم برات، یه ذره بذار خلاف میلت حرف بزنه. نه شما نمیدونید، نمیدونم صلاح منو نمیدونید، شروع میکنم بر علیهش صحبت کردن. یه جاهایی ببینیم اون یک عزیزی آدم از دنیا میره، بعد میاد میگه خدایا این انصاف نبود. بعضی موقع ها حالا آدم بعضی جاها میشنوه دیگه، این از خدا رو متهم میکنیم به بی‌انصافی، الان وقتش نبود، الان چی. اتفاقا هر موقع هر چی اتفاق افتاده اتفاقا وقتش همونیه که خدای من تسلیمم، میپذیرم اون اراده تو رو سر جای خودش. تسلیم در مقابلش طغیانه. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. وقتی رؤیت استغنا بکنه. چرا قرآن نفرمود ان الانسان لیطغی ان استغنا؟ این دیگه رؤیا چی بود؟ آدمیزاد اولا انتم الفقراء الی الله، مردم همه فقیرید. این کارت ملی هستن روش نوشته برای همه آدم هم خدا صادر کرده، همتون فقیرید نسبت به خدا، نگیرتتون جوگیر نشیدا. ولی میخوام بهتون بگم که ان رآه استغنا، وقتی یه وقتایی یه سراب، یه رؤیا، یه خیال استغنا براتون پیش میاد، وگرنه استغنای واقعی که پیش نمیاد. له ملک السماوات و الارض، همه چی، هم خودمون هم داشته هایی که فکر میکنیم مال ماست مال اوست. اما رؤیا و خیال استغنا وقتی پیش بیاد آدم طغیان میکنه، قاطی میکنه. یه وقتایی ما میخواستیم، خیلی بچه تر از این بودیم، میخواستیم خیلی احساس قدرت بکنیم. حالا بچه های شما برید تو دهه 50 دیگه، اصلا یه کیسه فریزی بود نایلونی بود میذاشتیم توی بازومون، بعد شروع می‌کردیم بادش کردن، این باد میشه جلو آینه که میرفتی می‌کردی یه ورزشگاه کیف، میگه عجب چیزی، هیکلی پیدا کردم. من رآه استغنا، این باده، این خیلی چیزی نیست. یه وقتایی هم خدا لطف میکنه گوش آدمو میپیچونه، لطف میکنه که فلانی خبری نیستا. اینی که فکر میکنی یه مریض بشی، این هیکلت، قدرتت و اینها، یه مریض میشی میفتی. یه وقت من عیادت یکی تو بیمارستان رفتم، میگفت حاجی، ورزشکارم بود، میگفت حاجی یه تیکه باند روی دستم بود، میخواستم با این شستم بزنم از روی انگشتم بانده بره، دیدم نمیرسه به هم دیگه، جونشو ندارم. یه وقتا یا خدا اینجوری به من میگه فلانی، حافظه‌ای که خیلی بهش مینازم یه وقت نگاه میکنم بدیهیات تو یادم نمیاد، یه چیزای خیلی دم دستی یادم میره. اینام از الطاف خداست. پس طغیان در مقابل تسلیم شد. آدم یه ساعت طغیان میکنه وقتی که رؤیت استغنا کرد. اگه میخوایم با ایمان بمونیم تسلیم بودن. من میپسندم آنچه رو که تو بگی، من ادعام نمیشه، کبر نمیگیرتم. بدبختی شیطون چی بود؟ ابا واستکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، سر باز زد، واستکبر، کبر ورزید. ذیل آیه 14 سوره مبارکه اعراف، امام صادق علیه السلام یه روایت دارن خیلی شیرینه. شیطون اومد به خدا گفتش که من آدم و سجده نمی کنم. خب این دیگه از مسلمات قرآنیه دیگه، سجده کردن به حضرت آدم علیه السلام. اما بجاش چنان تو رو عبادت میکنم که تا به حال هیچ مخلوقی این گونه عبادت نکرد. به به، چه شیطون متدینی مثلا. خدا من میفرماید که نمیپذیرم. عبادت اون چیزی است که من حیث انا ارید لا من حیث انت ترید. اونیه که من میخوام. من الان به تو چی گفتم؟ آدم رو سجده کن. تو داری چی میگی؟ من به نظر من عبادت اینجوری بهتره. هر جا دیدیم خدا خط خورد، یه دونه من و به نظر من به جای خدا نشست. اساس همه داستانام همینه، کبر من در برابر خدا، کبر علی الله، کبر در مقابل خداست. آخه ما تو ذهنمون تا تکبر میاد در مقابل علی الناسش، فلانی نسبت به فلانی طرفدار داشت، فخر فروشی داشت. نه با اصلش کبر علی الله در مقابل. بهش میگی فلان کار رو انجام بده،
حجاب داشته باش. نه، به نظر من مسئله عفت، به نظر من مسئله عفت مهمتره، مسئله مهمتره به نظر من دیگه توش قال الصادق نداره، قال الله تبارک و تعالی نداره توش. این مسئله به نظر من، یه وقت من یه بنده خدایی تو خیابون بودم، من گفت حاجا من نماز نمیخونم. خب دست شما درد نکنه، امرتون رو بفرمایید. گفت ولی میشینم پای تلویزیون، این درخت‌ها و خلقت خدا رو نشون میده، در اینها تفکر میکنم و اینا. این به جای نماز من، به نظر من این به جای نماز است. هر جا دیدی من اومد این کلمه نجس قشنگ با توجه به اون حکایتی که فرمودید الغای شیطونه انگار، چون خودش این کارو کرد و میدونه چه انحراف بزرگیه، میدونه چه انحراف بزرگیه، همون کارو داره با ما میکنه که تو آقا مثلا برای هر چیزی انقلتی بیار، بگو نه خب من به جاش آیات درخت بلوگی رو من هر جا دیدی به جای خدا. و یه وقت تشخیص من پرتقال دوست دارم، این سلیقه است، ربطی به حکم دینی نداره که. یه وقت نه، خدایا تو میگی، اما به نظر من خدایا تو میگی، یعنی قال الصادق علیه السلام، اون چیزایی که ما رو ارتباط بدن رساله‌ای که داریم میگیم. من فردا اگر بگن آقا تو رساله نوشته بود نماز صبح 2 رکعت و شما نخوندی، مخالفتت با آیت الله فلان نیستش که، مخالفتت با حکم خداست، چون این بیان است از حکم الهی. رساله مفهومش اینه، احکام، اخلاق، اعتقادات من در میاد. بعد که من در اومد خطاش زیاد داستان میشه. حالا یه موقعی که مثلا با چون این مثال زدیم منم ادامهشو بگیرم، اینو خیلی میشه تعمیم داد به موضوع. مثلا یه کسی نماز نمیخونه یا کم میخونه، مثلا میگه که من میدونم باید نماز خون، با همین کیفیت هم باید خون، اینجوری میخونه، ولی خواب میمونم، ولی خسته میشم، یادم میره، اینجوریه، ان شاءالله خدا یه موقع اینجوریه، یه موقع اونجوریه. اون میگه که آقا مثلا به جاش من بلوگیا دو جور وسواسی داریم. یکی میگه من تمیزم، همه عالم کثیفن. یه جور اینه. یکی میگه میدونم وسواس دارم، همم پاکن، تمیز، میدونم وسواس دارن فلانی، و میدونم همه تمیزن ولی من مریضم، وسواسی چی کار بکنم. این دو جوره. اون اولی رو هیچ وقت نمیتونی روش تأثیر بذاری، خودش واقعا همه رو کثیف میبینه. گفت یه نفر تو اتوبان بود، عوض کنیم بحث دیگه، پایان بحثمون هم باشه. گفت تو اتوبان داشت میرفت، رادیو رو روشن کرد، گفت دیدن رادیو داره میگه آقا یه آدم مجنونی داره اتوبانو برعکس میره. گفت چی میگی؟ یه دونه است 2000 تان. خودش بود داشت اتوبانو برعکس میرفت. یه وقتی طرف خودش رو ملاک بدونه، همه رو اون وقت میگه غلط میگن. پناه میبرم به خدا من نفسی، از اینجا که من آدم بیاد جلو. اعوذ بالله من نفسی. پناه بر خدا. پناه بر خدا. خدا همه عاقبت هممون رو ختمه به خیر و تسلیم قرار بده در مقابل امر خودش ان شاء الله.